تا حالا فکر کردید بزرگترین پادشاهان تاریخ روزی نوزادان کوچکی بودند؟ کوروش هم از همین جا آغاز شد. کوروش بزرگ پدر بزرگی به نام آستیاگ داشت. او پدر بزرگ مادری کوروش بود. شبی خواب می‌بیند که دخترش به مقدار زیادی آب تولید می‌کند که تمام شهر و امپراتوری آن را فرا می‌گیرد. بعد از اینکه از خواب بیدار شد، این موضوع را با روحانی زرتشتی در میان می‌گذارد و روحانی به او خطر را هشدار می‌دهد. به همین دلیل آستیاگ دخترش را به شخص پارسی به نام کمبوجیه داد و با خود گفت که او از یک ماد خیلی کمتر است و نمیتواند خطری داشته باشد. بعد از گذشت چند ماه از ازدواج آنها، آستیاگ دوباره خواب می‌بیند که یک درخت مو از شکم دخترش ماندانا می‌روید که تمام آسیا را فرا گرفته. در آن هنگام ماندانا باردار بود و جادوگران به او هشدار دادند که تعبیر خواب تو نشان می‌دهد که ماندانا پسری را به دنیا می‌آورد که در آینده به زور تخت پادشاهی را از تو می‌گیرد. به این خاطر آستیاگ دخترش را تا زمان تولد فرزند تحت نظر امنیتی گرفت. مدتی بعد پسری چشم به جهان گشود، اما اطرافیان شاه که از به خطر افتادن موقعیت خود و شاه می‌ترسیدند، به دنبال از بین بردن آن بچه بودند. از این رو به یک نجیب زاده به نام هارپاگوس گفتند که شاه گفته است بچه را از بین ببر. هارپاگوس بعد از شنیدن این پیغام تصمیم گرفت که خودش اقدامی نکند و به شخص دیگری بسپارد. هارپاگوس بچه را به یک چوپان سلطنتی سپرد و گفت شاه پیغام داده که این بچه را از بین ببری و اگر این کار را نکنی به کیفر و مجازات خواهی رسید. در آن زمان همسر چوپان باردار بود، ولی بچه آنها مرده به دنیا آمده بود. همسر چوپان وقتی آن نوزاد را دید، چوپان را راضی کرد که آن بچه را خودشان بزرگ کنند و در عوض جنازه بچه خود را به هارپاگوس نشان دهند. به این ترتیب کوروش نزد چوپان و همسرش بزرگ شد و وقتی 10 سال داشت، روزی مشغول بازی با بچه ها بود و دوستانش او را به عنوان پادشاه انتخاب کردند. او در همان بازی در نقش پادشاه دستور داد تا یکی از کودکان را تنبیه کند. آن کودک موضوع را با پدرش در میان گذاشت و پدرش نزد آستیاگ شکایت کرد که یکی از کودکان برده فرزند درباریان را با چوب زده است. شاه دستور داد تا کوروش را برای تنبیه نزد او بیاورند. وقتی آستیاگ کوروش را دید، متوجه شباهت وی به افراد خانواده اش شد و شک کرد که مبادا کوروش همان نوه خودش باشد. به همین خاطر شاه چوپان را صدا زد و او را تهدید کرد که اگر راستش را نگوید شکنجه می شوند. چوپان ترسید و حقیقت را گفت. پس شاه از هارپاگوس پرسید که نوزاد را چگونه کشتی؟ او پاسخ داد خواستم امر تو را اجرا کنم و قاتل نوه‌ات نباشم. شاه عصبانیت خود را فرو برد و خدا را شکر کرد که نوه‌اش زنده است و مهمانی بزرگی گرفت و معبران به شاه گفتند که چون کوروش هنگام بازی با بچه ها پادشاه شده، دیگر از او نترس. بنابراین شاه کوروش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. دوستان عزیز، اگر از این مدل داستان‌های تاریخی دوست دارید، با من همراه باشید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید.